به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت مجدد باعث اتفاقی که یکی دو روز اخیر افتاد و متاسفانه رئیس جمهورمون و وزیر امور خارجه‌مون و جمعی از همراهانشون رو ما از دست دادیم. خب این مدت فضای مجازی هم پر شده از اخبار، شایعات و بالاخره تئوری هایی که خیلی از مردم طبق معمول توی سر میپرونن. داشتم بررسی میکردم در مورد علتهایی که میتونست وجود داشته باشه برای هلیکوپتر آقای رئیسی، شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان و همراهانشون. بررسی میکردم، چند تا از اهل فن نظر داده بودن در این باره که مثل این که وقتی که نزدیک شدن به این توده هوای ابری گفتن که حالا یه تعداد گفته بودن که شاید حمله تروریستی بوده، شاید جمعی بوده و شاید اتفاقای دیگه. اول این که بگیم سیستم این هلیکوپتر آنالوگ هستش و نمیشه اون رو با تجهیزات جمعی هک کردش و اختلال ایجاد کرد روی سیستم اون. مثل اینکه دو هلیکوپتر دیگه تصمیم گرفتن که ارتفاع خودشون رو افزایش بدن و از بالای این توده متراکم عبور بکنن، ولی هلیکوپتر جناب رئیس جمهور خلبان تصمیم گرفته که پایین بیاد، از زیر این توده متراکم ابری عبور بکنه و بگذره که مثل اینکه در تشخیص ارتفاع اشتباهاتی رخ داده و به دامنه کوه در میشه گفت ارتفاع بسیار بالای کوه نزدیک به قله برخورد کرده و این اتفاق افتاده. این هم نظری است که حالا دادن تا الان، ولی خب تا جعبه سیاه بررسی نشه نمیشه نظر قطعی داد. ولی خب چیزی که تا الان گفته شده این هستش که به هر حال تا حدود بسیار زیادی تا الان که ما داریم صحبت میکنیم احتمال عملیات تروریستی و سوء قصد منتفی هستش تا اینجای کار. البته خب اتفاقات خیلی زیادی افتاده توی این مدت، بحث‌های خیلی زیادی شده، از اینکه اظهار نظرهای زیادی توی فضای مجازی میشد که عرض کردم خدمتتون اکانت های فیکی بودن، مشخص بود از قبل اکانت هایی بودن که مشخص بود دارن خط میگیرن و کاملا برنامه ریزی شده یک سری کامنت هایی رو میذاشتن زیر پست هایی که ویوشون بالا بوده. ولی خب الان چیزی که ما داریم توی جامعه میبینیم در واقع استقبالی که از کاروان شهدا داره میشه. شما خودتون میبینید تعداد مردمی که دارن استقبال میکنن و مشایعت میکنن کاروان شهدا رو چقدر زیاد هستش. اینها آدم هایی هستن که توی جامعه هستن. من صحبت میکردم واقعا اونهایی که به نوعی وطن پرست هستند، ایران پرست هستند، واقعا این حس رو دارن به کشورشون، از این اتفاق ناراحت بودن. حتی اونهایی که میشه گفت زاویه داشتن با نظام و حتی کلا نظام و دولت رو قبول نداشتن، به خصوص دولت رو قبول نداشتن، از اینکه رئیس جمهور ایران این اتفاق براش افتاده بسیار ناراحت بودند. خب حالا شما نیاین به نظر من نگاه بکنید به این عده‌ای که دارن کامنت هایی میذارن با اکانت های فیک، اکانت های سایبری و اظهار خوشحالی میکنن. نمیدونم اینا از قبل بودن، توی سال 1401 بودن، دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاده. هر روز توی ایران انقلاب بود، توی ایران دولت فرار کرده بود، توی ایران به هر حال همه به ونزوئلا رفته بودن توی فضای مجازی. ولی خب چیزی که در خود کشور در واقعیت جریان داشت یک چیز متفاوت بود. باز هم میگم دولت به هر حال کارنامه‌ای داره، هر دولتی. دولت شهید رئیسی هم کارنامه‌ای داشت به هر حال، ولی وقتی که میایم جمع‌بندی میکنیم دولتی بود که میتوانست جاهایی بهانه‌جویی‌ها، بهانه‌گیری‌هایی بکنه در واقع
به فلان دلیل و فلان دلیل فلان مشکلات پیش اومد، فلان اشخاص سنگ اندازی کردن، میتونستن مثل دولت‌های قبلی کاری که کردن دو قطبی سازی هایی بکنن، ولی این کار رو نکردن. در کمال آرامش به دور از هر گونه حاشیه‌ای کار رو به پیش بردن. به خصوص جناب آقای امیر عبداللهیان شهید عزیزمون که سالها توی وزارت خارجه بودن و تجربه بسیار زیادی داشتن. جناب آقای امیر عبداللهیان توی دوره ایشون بودش که روابط با عربستان احیا شد. بعد از 40 و خورده سال که ما با مصر در حالت قطع ارتباط کامل بودیم، آقای امیر عبداللهیان اومد توی کنفرانس بغداد از فرصت استفاده کرد، با آقای سیسی گفتگویی کرد. بعد از اون و قبل از اون حالا در پشت پرده صحبت‌هایی بوده بین وزرای خارجه کشورها، دستگاه دیپلماسی دو کشور، و برای اولین بار کشتی‌های ما از کانال سوئز با مجوز مصر عبور کردن. این خیلی اتفاق بزرگی هستش. ببینید توی منطقه چه اتفاقاتی افتاد بعد از اینکه دولت آقای رئیسی روی کار اومد و آقای امیر عبداللهیان شهید امیر عبداللهیان سکاندار دستگاه دیپلماسی شد. خب ما ارتباطمون با همسایگان به شکل بسیار گسترده‌ای افزایش پیدا کرد. تنش‌ها کنترل شدن تا حدود بسیار زیادی. به خصوص شما حساب بکنید طالبان که هر لحظه میرفت تهدیدی باشه برای صلح منطقه، الان شریک اول تجاری طالبان حکومت افغانستان در واقع ما هستیم، داریم منفعت اقتصادیش رو میبریم. 1.8 میلیارد دلار حجم روابط دو کشور هستش. با پاکستان همینطور. شما ببینید پاکستان جز اولین کشورهایی بود که اعضای عمومی اعلام کردش. در حال حاضر پاکستان در حال پیگیری شدید گروه‌های تروریستی هستش که توی خود پاکستان هستن و هر روز می‌بینیم که خبری میاد که فلان تروریست‌های تجزیه طلبی که از ایران وارد پاکستان شدن فلان فرماندهشون کشته شده، چه اتفاقاتی داره میفته. اینها همشون دیپلماسی فعال هستش. یا هند، جایی که آمریکا ابرقدرت دنیا به هند اخطار میده همیشه که روابطش رو با ایران محدود بکنه، اما هند میاد و باز هم سرمایه گذاری میکنه علیرغم این همه تهدیدها. شما ببینید چه فایده‌ای برای هند داشته. دولت چگونه دولت این شهیدان عزیز ما چگونه هند رو توجیه کردند که میتونه این کریدور و این بندر منافعی داشته باشه که هند بتونه بیاد تشخیص بده، جاهای ملاحظات آمریکا رو ندیده بگیره و وارد توافقاتی با ایران بشه. این خیلی نکته مهمیه و باید ما بهش توجه بکنیم. خب اینا همش دیپلماسی هستش. دیپلماسی که صرفاً نگاه به غرب بوده در دولت کنونی معطوف شده به منطقه و چه برکاتی رو برای کشور ما داشته. الان فروش نفت ما به حدود 3,600,000 بشکه رسیده. قبل از برجام و قبل از تحریم ها همین مقدار بوده فروش نفت ما و ما بدون وارد شدن به برجام با دیپلماسی فعال دولت این عزیزان به این مقدار فروش رسیدیم. جایی که ما از طریق شرکت‌های واسطه‌ای در مالزی و سنگاپور نفتمون رو به چین میفروشیم. آمریکا اومد تهدید کرد این کشورها رو و نخست وزیر مالزی به طور مستقیم اومد گفت که ما فقط از تحریم‌هایی که سازمان ملل وضع کرده پیروی می‌کنیم، نه تحریم‌هایی که آمریکای کشورهای دیگه وضع کرده باشن. و این نکته بسیار مهمی هستش. ایران یکی از بازیگران اصلی تغییر نظم جهانی است. توی این دولت این کلید خورده و ادامه هم خواهد داشت انشاءالله. در دولت بعدی همین روند به امید خدا پیش خواهد رفت. 50 روز دیگه انتخابات رو ما در پیش داریم. امیدوار هستیم دولت بعدی با انتخاب هوشمندانه مردم دولتی باشه که همین روند رو ادامه بده به امید خدا. بالاخره ما امروز در شانگهای به عنوان اولین حضورمون در قامت عضو اصلی بودش و چقدر جای شهید عزیزمون
دکتر امیر عبداللهیان خالیه اونجا. امیدواریم که عزیزان ادامه دهنده راه ایشون باشن، این روند ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم روز به روز به اون اهدافی که در بلند مدتمون در سپهر آسمان در واقع ایران عزیزمون میبینیم برای کشورمون، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه نظامی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، به همه اونها برسیم به امید خدا. و اینکه دولت، خیلی این نکته مهم هستش که دولت جدیدی که روی کار میاد حتما باید اون سیاست‌های دولت قبلی رو پیگیری بکنه و ادامه دار باشه. این فرصت بسیار بزرگی برای ما هستش. ما الان عضو بریکس هستیم، تا مدتی دیگه به صورت رسمی فعالیت‌های و اجلاس‌هایی که هستش باز هم ما به صورت رسمی در بریکس هم حضور خواهیم داشت، اتحادیه اوراسیا حضور خواهیم داشت. ببینید در مورد کریدور شرق غرب از چین که داره عبور میکنه، بعد از سالها ما روابطمون با کشورهای قلب آسیا، مرکز آسیا باز هم شکل گرفته، جایی که ما میتونیم از طریق ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و حتی افغانستان این کریدور رو منافعش رو برای خودمون بکنیم و دولت قبل چقدر خوب این موضوع رو درک کرده بود و پیگیر بود و خدا رو شکر به جاهای خوبی هم رسیدن. این رو در روابط اون با کشورهای حوزه مرکز آسیا میتونیم ببینیم، جایی که ما حتی بعد از مدت‌ها روابط سرد با تاجیکستان، الان توی خود تاجیکستان کارخانه پهپادسازی رو اندازی کردیم، جایی که اسرائیل، آمریکا، انگلیس، همین دیوید کامرون چند مدت پیش هم به کشورهای حوزه مرکز آسیا سفر کرده بود، میدونن که چه اتفاقاتی داره میفته و این منطقه‌ای که تا الان توی سانسور شدید بوده به زودی تعیین کننده بسیاری از میشه گفت اتفاقات نظم نوین جهانی خواهد بود و تعیین کننده خواهد بود در این نظم. و کشور ما، دولت قبلی ما، این عزیزان تشخیص دادند و وارد شدند و انشاءالله دولت بعدی بتونه از ثمرات این استفاده بکنه و همین راه رو ادامه بده. به امید خدا اگر ما به همین شکل پیش بریم، درسته که از نظر اقتصادی الان در داخل کشور دچار مشکلات زیادی هستیم، مردم در زحمت هستند، ولی من بسیار خوشبین هستم که در ادامه اگر دولتی باشه که این روند رو ادامه بده، مردم هم در میان مدت از منافع اقتصادی اموری که در دولت این شهدای عزیزمون شروع شد بهره مند و منتفع خواهند شد و به امید خدا که باز هم شاهد حضور چنین دولت مردان پاک و پایه‌کاری توی کشورمون باشیم. به امید روزهای بهتر برای کشورمون، به امید ایرانی سربلند، موفقیت روزافزون برای کشورمون و آبادانی ایران. خدایا رو نگهدارتون.